به نام خداوند خوبی ها. سلام به دخترای نازنینم. درس دهم از برنامه نویسی اسکرچ رو امروز با هم دیگه شروع میکنیم. خب دخترای نازنینم، ما توی جلسه قبل یاد گرفتیم که یک بازی کلیکی بسازیم. البته ما برنامه نویسی اسکرچ رو ادامه خواهیم داد، یعنی یک سری آموزش های دیگه داریم، ولی با توجه به مسابقه‌ای که حالا مدرسه در نظر گرفته و اون مسابقه کشوری، من تصمیم گرفتم که امروز خروجی گرفتن رو سریعتر برای دخترای گلم توضیح بدم که اون دخترای نازنینم که میخوان توی مسابقه شرکت کنن بتونن از فایلشون خروجی بگیرن و ارسال کنن. خب دخترای گلم، من قبلا هم بهتون گفتم وقتی که شما بازیتون رو طراحی میکنید و تمام میشه، بهتون یاد داده بودم که به این صورت روی گزینه فایل کلیک میکنیم، ذخیره در کامپیوتر شما رو میزنیم و بعد توی این پنجره‌ای که باز میشه فایلمون رو هر جایی از کامپیوترمون که دوست داشتیم سیو میکنیم. من از این گوشه سمت چپ دسکتاپ رو انتخاب میکنم، نامش رو از اینجا که آبی رنگ شد انتخاب میکنم. مثلا میخوام اسمش رو بگذارم مسابقه و دکمه سیو رو میزنم. دخترای گلم، من الان این فایل اسکرچ رو میبندم و وارد صفحه دسکتاپم میشم. فایل اسکرچ رو میبندم، وارد صفحه دسکتاپم میشم. همونطوری که میبینید اینجا ذخیره شده و نوشته مسابقه .sb3. خب من به شما گفته بودم که زمانی که ما بخوایم این فایل رو باز کنیم، اگر روش دبل کلیک کنیم همونطوری که میبینیم فایل باز نمیشه و بعد ما باید به یه طریق دیگه، یعنی خود برنامه اسکرچ رو بیایم به این صورت باز کنیم. من این رو توی جلسات قبل به شما آموزش داده بودم، یعنی حتما برای باز کردن فایل ما به خود برنامه اسکرچ نیاز داشتیم که به این صورت برنامه اسکرچ رو باز می کردیم. من منتظر میمونم تا برنامه باز بشه و بعد دوباره از این قسمت فایل گزینه بارگذاری از کامپیوتر شما یا load from your computer رو میزنیم. من الان اگر این رو در حالت فارسی قرارش بدم، گزینه فایل میاد این طرف و من اگر که روش کلیک کنم بارگذاری از کامپیوتر شما رو بزنم، میتونم از روی دسکتاپم این فایل sb3 رو که ذخیره کردم، فایل مسابقه رو انتخاب کنم، اوپن رو بزنم و برنامه من به این صورت، برنامه‌ای که قبلا طراحی کردم، توی اسکرچ باز بشه. خب دخترای گلم، حالا من برای مسابقه که بخوام شرکت کنم، خب ممکنه که اون داور فایل تمام برنامه هایی که بچه ها از جاهای مختلف باهاش برنامه نویسی کردن و ارسال کردن رو نداشته باشه. یعنی مثلا روی سیستمش فایل اسکرچ رو، برنامه اسکرچ رو نداشته باشه که فایل ما رو باهاش باز کنه، که حالا البته ما بنا به سلیقه خود داورها براشون فایل ها رو ارسال میکنیم، ولی میخوام بهتون یاد بدم که به چه صورتی فایلتون رو ذخیره بکنید که اگر کسی برنامه اسکرچ رو هم روی سیستمش نداشت، بتونه بازی رو که شما طراحی کردید به صورت فیلم ببینه. برای این کار شما به اینترنت نیاز دارید. باید اینترنت کامپیوتر شما وصل باشه. خب براوزر کامپیوتر خودتون رو که حالا هر چیزی میتونه باشه، اینترنت براوزرتون رو باز میکنید و این آدرس رو که من اینجا نوشتم shiptester.github.io/htmli این رو تایپ میکنید. من این آدرس رو براتون توی گروه جداگونه کپی میکنم که شما هم ازش استفاده کنید. پس این آدرس رو توی این نوار ابزار تایپ میکنید و بعد دکمه اینتر رو میزنید.
وارد یک همچین سایتی میشید که بالاش نوشته Project HTML فایر، یعنی به شما این امکان رو میده که فایل هایی رو که برنامه نویسی کردید اینجا به فیلم تبدیل کنید. خب این قسمت اگر مشاهده کنید، قسمتی که نوشته Select a Project by، شما 3 تا گزینه دارید. ما با گزینه دوم کار داریم، نوشته Selecting a file on your computer، یعنی فایل رو از روی کامپیوترتون انتخاب کنید. خب این مخصوص ما هست که فایلمون رو روی کامپیوترمون قبلا سیو کردیم. من گزینه چوز فایل رو میزنم و بعد فایل رو، آدرس فایل رو میدم. خب فایل من روی دسکتاپ بوده و من از اینجا این فایلی رو که نوشته مسابقه و میخوام به صورت فیلم در بیارم انتخاب میکنم و دکمه اوپن رو میزنم. همونطوری که میبینید مسابقه .sp3 اومد اینجا. خب اسکرول میکنم توی سایت، میرم پایین و وارد گزینه آپشنز میشم. توی این گزینه آپشنز اولین گزینه نوشته Text to show in the browser tab، یعنی شما نامی رو انتخاب کنید که توی بروزرتون همون نام برای فیلم شما نمایش داده بشه. خب من اینجا مجددا مثلا می‌نویسم همون مسابقه. حالا به نظر من بعدش میتونم بنویسم زهره مثلا محمدی. حالا شما هم میتونید اسم خودتون رو بنویسید که مشخص بشه این پروژه مربوط به شما هست. بچه‌ها من بهتون توصیه میکنم با این گزینه‌های دیگه فعلا هیچ کاری نداشته باشین. البته بعداً میتونید آزمون و خطا کنید برای خودتون و مشخص کنید که هر کدوم از این گزینه‌ها چی کار میکنن، ولی حالا فعلا با این گزینه‌ها هیچ کاری نداشته باشین و همه رو به همون شکلی که خود سایت براتون قرار داده قرار بدید. بعدش از اینجا این دکمه که سبز رنگی که اینجا هست نوشته HTML i5، این دکمه رو میزنیم. وقتی که ما این دکمه رو میزنیم خودش برای ما یک فایل HTML رو اینجا دانلود میکنه. همونطوری که میبینید ما کاری به این دانلود نداریم. میایم پایین و خب من توی صفحه میام پایین، از این مستطیل زرد رنگ اسکرول میکنم میام پایین تا به این گزینه دانلود برسم. روی این گزینه دانلود میزنم و میبینم که فایل مسابقه زهره محمدی اینجا شروع کرد به دانلود شدن. خب من الان روی این کلیک میکنم تا بهتون نشون بدم که ما چی کار کردیم. البته فایل من خب همونطوری که میبینید فایل من به صورت فیلم اینجا ذخیره شده. خب دخترای نازنینم اگر آدرس فایل ذخیره شده رو بخواید وارد مای کامپیوتر قسمت دانلود ها که بشید فایلتون رو به این صورت اینجا میبینید و دیگه به این میگن خروجی گرفتن. با آرزوی موفقیت برای همه دخترای گلم. خدایا رو نگهدارتون باشه.